تو این ویدیومو میخوام یه ایده یوتیوبی بی‌نظیر رو در مورد فیتنس و ورزش کردن و این داستانا بهتون بگم که خیلی خوب و جذابه که با کارگردانی شما و توسط هوش مصنوعی میتونید این ایده رو انجامش بدید و کسب درآمد دلاری خودتون رو استارت بزنید. تو صفحه مانیتور من باشین، دقت که بکنید پیکچر فیت یه کانال یوتیوبیه که 151 میلیون تا به الان بازدید داشته در کل و این ماه تقریبا 1 میلیون بازدید گرفته با 5 تا ویدیویی که آپلود کرده. اگه برگردین توی قسمت ویدیوها یه بررسی بخوایم بکنیم میبینید که 6 ساعت پیش یه ویدیو گذاشته 4.5K، 4 روز پیش 16K و 24K و حالا ویدیوهای قبلیش هم داره میترکه. چیزی که برگشته گفته، حالا توی اباوتش گفته که هر چیزی در مورد ورزش کردن و اینجا میتونی به خودت بیاموزی. گفته تو 30 ثانیه چه ورزشی رو میتونی انجام بدی. محتوا تاپه و جذابه. اگه بخوایم درآمدش رو نگاه بکنیم میبینید که $4100 ماهانه داره درآمد کسب میکنه که اگر بخوایم یه حساب بکنیم 4000 تا حالا میگیریم ضرب در دلار 65000 تومان میشه 260 میلیون تومان. توی این ویدیو بی‌نظیر همراه من باش که بخوایم یه ویدیویی رو بسازیم که ببینیم میتونیم استارت یه همچین کانالی رو بزنیم یا نه. سلام و درود به تو دوست عزیزم، خوش اومدی به چنل خودت پرشین فیکس آنالیست. دوست عزیزم یه سوال اول از همه ازت دارم که توی کامنت ها خیلی دوست دارم بهم بگی، چون واقعا ذهنیتم یه جوریه که نمیدونم درست و غلط رو انتخاب بکنم. اسم کانالی که من انتخاب کردم پرشین فیکس آنالیسته که به نظرم سخته. این حالا برای 2.5-3 سال پیش میشه که من این اسم رو انتخاب کردم. به نظر شما اگر بیام بذارم پی فیکسی بهتره یا نه؟ اینو برای من توی کامنت ها بذارید که من اسم کانال رو تغییر بدم، چون احساس میکنم این خیلی طولانیه و تو ذهن مخاطب نمیمونه. حالا دیگه بریم سر وقت آموزشمون. دوستان برای اینکه بخوایم استارت رو بزنیم ما اولین کار وارد چت جی پی تی عزیزمون میشیم. توی چت جی پی تی میخوام یه آیتمی رو بهتون بگم که خیلی خوبه. این آپدیت رو جدیداً داده که دیگه نیازی نیست شما بخوای لاگین بکنی، فقط روی ترای چت جی پی تی شما کلیک بکنید برای شما چت جی پی تی باز میشه و میتونید ازش استفاده بکنید که این خیلی عالیه که نیازی به شماره مجازی و ثبت نام و اینا هم نداره. شما از چت جی پی تی 3.5 میتونید راحت استفاده بکنید. من یه پرامپت خیلی کوتاهی رو انتخاب کردم که میخوام به هوش مصنوعی بدم برای ما یه سناریو بده. اینجا وارد میکنیم، اینتر رو میزنیم، بهش گفتن 20 ایده ویدیو ویروسی مخصوص دنیای سلامت و تناسب اندام رو بیا و بهم بگو، که میبینید خیلی خوب داره این کار رو برای ما انجام میده. این سناریو رو انتخاب میکنیم. تناسب اندام در فضای باز رو حالا اومده بهمون گفته که من این سناریو رو کپی میکنم، وارد سایت فلیکی میشیم که قبلا بهتون معرفی کردم. خیلی سایت خوبیه و مطمئنا الان آپدیت داده که میخوایم حالا ببینیم چه تغییراتی رو اومده انجام داده تو طول این مدت. یه ساین اپی رو انجام میدیم. خب بعد از اینکه ثبت ناممون رو انجام دادیم حالا ما تیک این گزینه رو میزنیم که بره. یه دونه میخوایم نیو فایل رو باز بکنیم، روش کلیک میکنیم. اولین چیز اسمی که اومدیم توی چت جی پی تی کپی کردیم رو اینجا میایم قرارش میدیم. دومین آیتم میگه ویدیو باشه، صدا باشه، دیزاین باشه که ما ویدیو رو انتخاب میکنیم و لنگویجش میخوایم زبونش انگلیسی باشه. این رو روی همین میذاریم US United States باشه. ابعادش رو میذاریم روی ابعاد ویدیو لانگ یوتیوبی و این رو هم ما میتونیم بزنیم روی آیدی پرامپت که یه دونه پرامپتی رو بهش بدیم. میتونیم پروداکت بدیم، توییت بدیم، پی پی تی بدیم، بلاگ بدیم، اسکریپت بدیم. من روی این گزینه قرارش میدم و سابمیت رو روش کلیک میکنیم. توی صفحه‌ای که برامون باز میشه میگه پرامپت رو وارد بکن. من باز یه پرامپت رو آماده کردم که اینجا قرارش میدم. میبینید که من گفتم یک ویدیو یوتیوب بدون چهره با کیفیت بالا در روتین‌های تمرین خانگی ایجاد کنید. با قلابی شروع کنید که توجه رو جلب میکنه و روال رو فوق‌العاده و مؤثر نگه میداره. زبون باید بسیار ساده و قابل درک باشه. صحنه رو فوق‌العاده سریع و جذاب نگه دارید. میبینید که ما پرامپتمون رو وارد کردیم. آیتم بعدی بهمون میگه طول ویدیوت میخوای چقدر باشه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه تا 15 دقیقه میاد و به ما
ارائه میده که ما فقط میتونیم از 1 دقیقهش الان استفاده بکنیم، چون میگه آپگرید باید بکنی پلن رو برای دیوریشن های بزرگتر. ما روی همین 1 دقیقه قرار میدیم. استاگ مدیا میگه از ویدیو استفاده بکنم یا از ایمیج، من میگم ویدیو استفاده بکن. توی تمپلیت میبینید اینجا برای شما یه سری تمپلیت هایی رو قرار داده که میتونید از این تمپلیت ها استفاده بکنید. توی این موضوعات و تمپلیت ها قرار بده که من نمیخوام. روی ساند افکت باید آپگرید بکنیم دوباره. AI مدیا رو برامون آورده که چیزی رو نیاز نیست تغییر بدیم. این دوتا هم برامون قفله، میبینید که واقعا فوق العاده است. یعنی شما میتونید آواتار رو مستقیم اضافه بکنید و خیلی میتونه جذاب بکنه ویدیوتون رو. ما سابمیت رو میزنیم که بخواد برای ما فرایند رو انجام بده. تمپلیت رو میبندم و دوباره میزنم که شروع کنه برای ما به جنریت کردن. خب دوستان اگر دقت که بکنی یه ذره قوانینش سخت‌تر شده. مثلا قبلا خودش برای شما اتوماتیک جنریت میکرد تصاویر رو و قرار میداد، ولی الان میگه باید خودت انتخاب بکنی و یه سریش میبینید که قفله. وقتی هزینه بکنید اینا براتون باز میشه و خیلی راحت میتونید با یه دونه کلیک کردن ازشون استفاده بکنی. حالا ما بر فرض مثال این رو برای این سنسمون انتخابش میکنیم. همینجوری من تونتون میزنم که حالا یه چیز حداقلی رو داشته باشیم دیگه. تو هر سنسی هم که کلیک میکنی یه سری ویدیوها و تصاویر متفاوت رو میاره که بر اساس همین سناریو و متنیه که اینجا نوشته شده. خود همین خیلی عالیه. یعنی دقت که بکنید هوش مصنوعی اومده زمان رو برای ما کاهش بده دیگه. یعنی خیلی از کارهایی که زمان بر بود برای ما خیلی سریعتر ما بتونیم انجامش بدیم با سرعت خیلی بیشتر. خب ما موفق شدیم که حالا سنسا تصاویر رو انتخاب بکنیم. کار بعدی که باید انجام بدیم، ما دوباره روی سنس میزنیم و صدا رو این دفعه انتخاب میکنیم که بخوایم یه صدایی رو براش تعیین بکنیم. اینجا میبینید اینایی که جلوشون این علامت رو داره یعنی پولیه، شما باید هزینه بکنید که براتون باز بشه، ولی از این یکی ها میتونید استفاده بکنید. Fleeky helps you create audio and video content using lifelike AI. خب من مونیکا رو انتخابش میکنم. این تیک رو میزنم که روی سنسان بخواد اعمال بشه. سلکت رو میزنم که برای من این کار انجام بشه. خب کل مونیکا ها میبینید که روی تمام سنسای ما قرار گرفته. حالا صدامون رو تعیین کردیم. یکی از کارهای دیگه‌ای که باید بکنیم یه ذره ویدیومون رو ببینیم. The gym crowd. Start your home workout journey today. We'll guide you through a simple. خب عالیه. برای سنس 3 من یه آواتاری رو اد کردم که میبینید اینجا گذاشتم. حالا جاش رو میتونم تعیین بکنم که کجا قرار بگیره. میبینید خیلی ساده است. ما حالا میذاریمش این دفعه توی این گوشه سمت راست صفحمون قرار بگیره. خیلی خوبه. کار بعدی میتونیم حالا این رو مثلا روی سنس 1 رو هم مثلا یه آواتاری رو قرار بدیم. و همین سادگی شما با کلیک کردن میتونید آواتار خودتون رو قرار بدید. خب روی تصویرمون کلیک میکنیم. اینجا میبینید که فونت رو برامون آورده. ما میتونیم فونت رو تغییرش بدیم، مثلا بزنیمش وسط باشه. خیلی از ویدیوهای کوتاه رو دیدید که مرکز قرار داره ولی ما همین پایین قرارش میدیم. کار بعدی میتونی فونت رو انتخاب بکنی. استایل رو میتونی انتخاب بکنی. تکست کالر میخوای چه رنگی باشه. مثلا من میام و رنگ زرد رو میخوام بهش پاس بدم. و اینجا میتونید بک‌گراند کالر براش انتخاب بکنی. شادو کالر میتونید انتخاب بکنید. تنظیماتش رو اینجا میبینید که براتون قرار داده کامل. و در نهایت شما روی گزینه دانلود کلیک میکنید. میگه رزولوشنتون چند باشه. 720p 1080p که برای شما قفله، نمیتونید کلیک بکنید تا اینکه بخواید پرمیوم رو تهیه بکنید. فرمتتون هم میخواید mp4 باشه. استارت رو میزنیم و استارت که برامون بخواد اکسپورت رو بگیره. دانلود فایل رو برامون آورده که ساده میتونیم دانلود بکنیم. خب ویدیو رو من پلی میکنم که ببینیم با هم دیگه، ببینیم چطور در اومده. Tired of the gym crowd? Start your home workout journey today. We'll guide you through a simple, effective home workout routine that requires no equipment. Start with bodyweight squats.
They're perfect for building lower body strength. Next, push-ups. Great for your chest, shoulders, and triceps. Finish with planks to strengthen your core and improve posture. Remember to keep your movements slow and controlled. Breathe evenly. That's it. Quick, effective, and all from your home. Let's stay fit together. خب دوستان به نظر من بدک نبود، فقط دو جا ایراد رو داشتیم. ایرادمون هم دلیلش اینه که ما باید هزینه بکنیم این آواتار بخواد صحبت بکنه، چون برای جنریت کردن و صحبت کردن آواتار به ما این پیام رو نشون داد که من یه کردیت ازت میگیرم. دومیش این که ما اینجا رو فقط اومدیم رنگش رو تغییر دادیم تایتل و از استپا و سنس های بعدی میبینید که سفیده، چون اپلای تو آر رو دکمش رو نزدیم. امیدوارم که با این ویدیو هم حال کرده باشید، لذت برده باشید. اگه حال کردی لایک و ساب رو بکوبی که خیلی ازم حمایت میکنید و بهم قدرت و انگیزه و انرژی خیلی بالایی رو میدید. دوستتون دارم. این دوتا ویدیو رو از دست ندید تا یه ویدیوی دیگه خلاق و پر انرژی. خدا نگهدارتون.